حمایت از زنان افغان توانست که به کمک عزیزی بانک و اسلامی بانک برای صدها خانواده شهدا، نیازمندان، فقرا در ماه مبارک رمضان مواد غذایی مساعدت و کمک نمود. از شما بسیار تشکر میکنم که خیر ببینین، خدای اگه اجر نصیبتان کنه. من همسایه مردم هستم، خانه ندارم، در تاکه و نمپر زندگی میکنم. بسیار زیاد تشکر از خواهر ما خانم حسن‌زی ما رو کمک کردم. ما 7 اولاد دارم، شوهرم شهید شده. حسن‌زی سلامم برش برسه. خداوند تعالی به جمع بیادی ها صاحبش کنه. در این ماه مبارک رمضان ما را بسیار کمک کلان کرد. خداوند اجر نصیبش کنه. ما بسیار در فخر بیچارگی قرار داریم. خانم حسن‌زی تشکری میکنیم که آمد سروی ما را کرد در این رمضان، در این حالتی که بی پیسگی است و همراه ما کمک کرد. ما بسیار خوش هستیم. خیر ببینه این مسئله از این دوام بکنه. خداوند در دنیا و آخرت برای این اجر بده. اسم من سعید مولوی هستم، یک تن از اشخاص دارای معلولیت نابینا و از ازش نابینا هستیم. و تعداد دوستای ما امروز که حضور دارن که دوستای نابینا هستند و هموطنهای دیگر ما در حضور دارند و امروز به خاطر گرفتن کمکی که از طرف مؤسسه حمایت از زنان افغانستان که در رهبری جناب خانم حسن‌زی قرار دارد کمک غذایی صورت گرفته که ما تشکر و سپاسگزاری میکنیم از کمک‌های بشردوستانه هموطنان ما که در داخل و خارج کشور زندگی میکنه و اونجا پول دوات میکنه و هموطنان ما زحمت میکشه و مواد غذایی میخره و مردم به این شرایط اساسی توزیع میکنه. ترکستان خانه کورکن حیوانات وارد